من باید زجر کشیدن آدمایی که اذیتم کردن و ببینم تا آروم بگیرم. باید ببینم اونا همه مثل من درد رو با ذره ذره وجودشون حس میکنن. آدما باید تاوان دلی که شکستن و اشکی رو که در آوردن رو بدن. یادمون باشه یه سری از آدم‌ها رو نباید بخشید. آدم‌ها که باعث شدن طوری زمین بخوری که قادر به بلند شدن نباشی. من نمی‌بخشم اونا که تحقیرم کردن، عذابم دادن، تهمت بهم زدن و کسایی که دوستشون داشتن قلبم رو شکستن و ترک کردن. ببین تقاص و تاوان هر چه می‌خواهی اسمشو بذار. من فقط واگذارتون میکنم به خدا از اشک‌های هیچ کس ساده نمی‌گذره. پس یادت باشه من هیچ وقت نمیتونم ببخشمتون.